به نام خداوند خورشید ماه که دل را به نامش خرد داد راه. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. صادق علیزاده‌ام. مدت 21 سال سال خراسان زندگی کردیم که رفتیم 12 سال برگردیم، دوباره که برگشتیم مدت 13 سال میشه در همین باغ زندگی میکنیم. این باغ که میبینی زمانی که ما وارد این باغ شدم مثل یک پیرمردی که دندانهای افتاده باشه، بعضا سیاه باشه بعضا افتاده باشه. این باغ اصلا باغی نبود، بسیار درختای به هم ریخته و وضع خراب. اینجا آدم میامدی بسیار آدم چی میکرد، مثلا زده میشه. داخل از این باغ با کمک حاج خلبان که بسیار هم دوستش داریم، ما 280 نهال با کمک اونا و پسرشون گذاشتیم. اینا حاصل رسمنج ما نداره. اینجا الان مثلا بهترین میوه رو داره. در 280 نهال کاشتیم که 4/5 اینا گفته میتونم به ثمر نشستن. از هر چیز مردم ما مردم افغانستانی هر کجا که میریم آبادی به بار میاریم. ما خودم معمار ساختمونم برای تمام این دوستا به منطقه مهرشهر و گلستان اینا جا درست کرد. اکثر اونها میشناسن با چهره ماشینایی داریم. ما هدف از ساخت همین ویدیویی بود که ما امسال سال آخری که داخل این باغ زندگی میکنیم میخوام برگردیم افغانستان. از مردم ایران خیلی راضییم. مردم ایران ما خوبی کردن، همین نان بربری خود ما دونست خوردن. گرچه که یک 5% هم متاسفانه تبعیض نژادی قائل میشن که بسیار کار بدی است. انسان از انسان دیگه هیچ برتری نداره. به خصوص ما که میایم مثلا همینجور آبادی میکنیم، از خودمون آبادی به جان جان میاریم. باغ نگاه میکنیم الان مثلا درخت اینجور به خدا هر یک سلام این درخت خوش میشه. فکر میکنم که یک سال از عمرم کم میشه. الان خوش به خاطری خوش نداریم مثلا. گرچه اینجا ایران خانه دوم مانه، ولی فکر میکنم خانه خودمونه. ما امسال میخوام این شروع کنیم یک یوتیوبی بسیار قشنگی از امروز رفتن و از این جایی بودن و تا اونجا که میریم افغانستان خانه درست میکنیم برای خودمون، زندگی دوباره میکنه. همه این ویدیوها برای دوستا به اشتراک بگذارم. این باغ الان شما نگاه کنید ببین چی گلایی و چه طبیعتی که این بوی خوش از این آدم است. یعنی واقعا به وجد در میاد. حاصل دسترنج خودم. یعنی ما مردمی هستیم هر کجا بریم بهشت درست میکنیم، آبادی درست میکنیم. مردمی نیستیم که مثلا خدا نکرده جهنم درست کنیم. البته خود شما دوستای ایرانی میفهمن که ما چقدر خوبی کردیم، چه کارهایی کردیم. ولی خب به هر حال از مردم ایران راضییم. گرچه از همین سرباز مروازایی که بچه‌ها میگیرن میزنن، این خاطری بسیار بدی به من هست در ذهن من. امیدوارم این کار نکنه. همه ما انسانیم. شاید یک نفر یک کار یک روزی بعدی بکنه، ولی به پای یک نفر هزاران نفر که خدمت میکنه نباید بسید. بسیار از مردم ایران راضی‌ام. درختم این چقدر ماشاءالله باری آوردی. درخت 6 سال آوردی، این باری آورده ماشاءالله. نگاه کنید درخت جدی کاغذی. این هست که بالا میریم محل زندگی ما بالا اینجا. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت. پیاده آمده بودم و پیاده خواهم رفت. در جا نشان شست من است. آواره آمده بودم و آواره یکم احساساتی کردم که هم نمیرسه. فقط لایک کنیم که ادامه بدیم با هم، چون من از این عظیمی امروز تا روزی که همین مثلا ایران باشم، حتی افغانستان برم، به مرز افغانستان وارد بشم انشالله و خونه بسازم، ماشین بخریم بیاری خود، همه این کارا من داخل از این یوتیوب میذارم که با هم